خب برای محاسبه یک KSC برای هر حالا محصولی که ما داریم بخوایم اون رو محاسبه کنیم، محاسبه هم که نه، درست‌تر اینه که بگیم برآورد، چون یه چیزیه که حدودیه، بیشتر کارهای ما برآوردی است و از برآورد استفاده بکنیم. اینجوریه که یک نشریه‌ای توسعه پیدا کرده فا 56 که احتمالاً باش آشناییت داشته باشین، که این نشریه میاد هر کدوم از این KSC ها رو توی گام‌های زمانی مختلف مشخص میکنه که به چه صورت هستن و حالا هر کدوم رو مشخص کرده و گام‌های زمانی داره که الان بهتون بذاریم رو تخته نمایش بدم. اینو گوش کنید چون یکم چیزه چالش. خب ما یه ET0 داشت. خب ET0 چی بود؟ مرجع که یه مرجع اون چیه؟ چند آره زمان انگاری استاندارد بودش باشه. خب این ET0 رو داریم، اگه زمان KSC بشه که الان اینجا توضیح میدم، ET مون رو ببینیم. خب ET چی؟ خب حالا شما یک طول دوره رشدی رو در نظر بگیرید. ال همون تعداد روزه دی. خب و اینجا هم یک KSC در نظر بگیرید. KSC ضریبه، هیچ خودی هم. خب شما اگه یک گیاهی رو از سه تا چیز داره دیگه، کاشتاش برداشت، خب در نظر بگیرید گام‌های زمانی متفاوتیه. مثلا اگه از اینجا شروع بشه، خب میره بالا گلدهی و محصولدهی و اینا و به یک جایی میرسه، یک زمانی هستش که اون رشد و نمو خودش رو انجام داده، تمام گلدهی ها رو انجام داده یا میوه، بعد اینجا KSC ثابت میشه. خب اینجاست که ثابت شد، این یک دوره‌ای هستش که بهش میگن می. حالا من بهتون میگم. بعدش این بعد از اینکه ثابت شد، بعد یه خزانی داره دیگه، میاد پایین. اون KSC باز میاد بالا. یعنی شما هر چی گیاهتون KSC بالاتری داشته باشه، ETSC چی؟ بیشتری داره. خب ETSC اگه بیشتر باشه چی میشه؟ به نظرتون؟ خب آره اوکی. ولی تبدیل تعرف بیشتره، یعنی گیاهمون سالم‌تره، گیاهمون چی‌تره، چی میگن؟ محصول بیشتری داره. یعنی به نفع از لحاظ کشاورزی به نفع ما که ET مون بیشتر باشه. خب و این ET هم که صرف خود گیاه بشه، ET چیز نباشه، کاهشی نباشه. خب این از این. شما الان مثلا در این مرحله یه مرحله داریم اینشیا. چیزی دوستان خب یه مرحله اینشیال دارید که در اینجا هستش. از اینجا تا اینجا رو بهش میگن دیولپ. خب اینجا دیولپه، اینجا می، خب و در نهایت هم end یا بهش لیتم. خب اگه مثلا ما توی فاو 3 تا مقدار برای KSC داره. چرا 3 تا مقدار داره؟ یعنی ما الان اینجا اگه ملاحظه بکنید 4 تا رو هست. چی؟ دقیقاً. شما الان یک ال میوه میده، ال ان میده و ال دف میده و ال می. خب این خب یه ال هم اینجا هست. خب بعد برای KSC ها میاد یک KSC اینو بهتون میده، این یک KSC اینه و KSC اینه. چرا 3 تا هست؟ اول آخر اون یک KSC شکلیه میدو این دو تایی این چون ثابته این KSC یکی هست و این روشی که ما استفاده میکنیم ازش روش انگار بهش میگن یگانه. حالا این چیزی که روی فاعل نمایش داده شده دوال پروپوزیشن هستش.
که از دو تا کیسی استفاده میکنه. جلسه پیش فکر میکنم بهتون گفته باشم یک کیسی داریم که بهش میگن کیسی بی و علاوه کی ای. کسی میدونه چجوریه این کیسی دوگانه به دو کیسی؟ این کار گفتن ما. خب کیسی ها اینجوری که حالا میان دقیق‌ترش میکنن. خب یک کیسی پایه هست، یکی هم هست این کیسی مربوط به چیه؟ این مربوط به چیه؟ این مربوط به چیه؟ اینجوری هست بزنیم مربوط به خود گیاه خب این گیاه مربوط به شرایط آبیاری نه میان انگار یه جوری حالا خیلی هم دقیق نیست تبخیر و تبخیر تعرق رو از هم جدا کنه. اینو درسته مربوط به گیاه پایه و تعرق، این مربوط به تبخیر. خب این دو تا رو از هم جدا میکنن و میخوان یه جوری دقیق‌تر این کیسی رو برآوردش بکنن. حالا روش‌های مختلفی داره. اگه رسیدیم بهتون میگم فعلا این رو بهتون بگم و مشخص بشه تا بریم جلو. پس یک کیسی میت داریم، یک کیسی اند داریم و یک کیسی اینیت داریم، اینیشیال. خب اینا رو بهمون میده توی فاو در شرایط پایه و استاندارد ما کیسی اینیت میت و اند رو بهمون میدن. خب الها هم همین چهارتا رو به ما میده که شما میتونید خیلی خب تا اینجا رو متوجه شدید، چون که لازمش اینه که اینا رو متوجه شده باشید تا بریم توی محاسباتش. خب محاسباتی که داره من بذارین از رو فاو بیارم. نمودار ضریب گیاهی 152. خب نموداری که داره اینه. حالا من خیلی شلوغ کشیدم، اینجا هستش دیگه. کیسی انیشیال که گفتم قبلش هم یک خط ثابتی داره که اینجا مشخص میکنه انیشیالمون هست، المون هست. بعد یک دیولوپی داریم که کراپمون در حال توسعه هست و حالا تا برسه به اون مید سیزنمون. بعد اون هم که یه مرحله لیتی داره که تا به اندش برسه و حالا خزانش. این نمودارمون هست که به این صورت. جدول ضریب گیاهی هم براتون بیارم که ببینید. اینو بعداً از فاو باید استفاده بکنید و این ضریبا رو در بیارید و حتما یاد بگیرید. خب جدولش به این صورته که شما هر محصولی رو اینجا دارید، مثلا گارلیک، کلم، کاهو، هر کدوم از اینا هستش. کیسی ها رو اینجا مشخص کرده، کیسی انشیال، مید، اند و ماکسیموم کراپ، انگار اون حد اکثر ارتفاعی که اون گیاهمون داره و در نظر میگیریم. و حالا مثلا اینجا گفته که اگه اسمال ویژیتیبل بود شما میتونید از 7 استفاده بکنید و اینایی که نذاشته یعنی همون 7، یعنی تا اینجا 7 و میدم به همین صورت اینجا گذاشته و اندم که اینجا هستش. خب این در شرایطی هستش که انگار یک اقلیم مناسبی داشته باشیم و اون اقلیممون به این صورت باشه که آرهاش مینمون، آرهاش چیه؟ چی؟ سرعت باد مگه یودو نیست؟ چی تابشه؟ خورشید؟ نه. relative humidity یعنی مینیموم relative humidity چی میشه؟ رطوبت نسبی. رطوبت نسبیمون به صورت حداقل چقدره؟ یعنی 45% باید باشه. اگه مقدارش تفاوت کنه و یه مقدار دیگه ای باشه باید اون رو اصلاح بکنید. حالا فرمول هایی داره برای اصلاح کردنش که در ادامه همین فاو هست. و یودومون، یودو یعنی چی؟ چی؟ 2 متری. دقیقاً اینو کاملش بگیم. در ارتفاع 2 متری چقدر هستش؟ که 2 متر بر ثانیه هست که یکی از روش‌هایی که ایتی صفر رو برآورد میکنه هارگریف سامانی بود دیگه، درسته؟ یک روش دیگهش که سخت‌تر بود، حالا یکم معادلات بیشتری بود داشت
پنمن مانتیس بود که حالا بازم یو 2 استفاده میشه. معمولا ما بعضی موقع یو 10 رو داریم که حالا میایم تبدیلش میکنیم به یو 2 یا ارتفاع دیگه ای داریم که به این تبدیل میکنیم. بعد اگه این دو شرط برقرار نبود باید این کیسی که از اینجا استفاده میکنیم اصلاح بشه و اون رو تو فرمول قرار بدیم. این از این. و در نهایت هم من طول دوره رشدم بهتون نشون بدم. 130 هستش. خب این جدول هستش که شما برای هر کدوم از اون باز گیاها و یک الی رو مشخص میکنه. حالا این الی که داره برامون به نظرتون توی مثلا یه محصول خاص گوجه فرنگی، خب توی محصول خاص این ال برای کل گوجه فرنگی های جهان یکیه یا یکی نیست؟ یکی نیست چه؟ نه شرایط اون نیست. فکر کن مثلا اون شرایط یکیه. نه این شرایط پایه است. خب شرایط پایه است. ولی ممکنه مثلا ممکن نیست مثلا شرایط مثلا مشهد تو یک روزی با اون شرایط مثلا گیلان تو یک روز دیگه یکی باشه. نمیشه؟ چرا میشه؟ خب یعنی آرهاشمون مثلا اون 45 باشه. آره دقیقاً همین مثلا نگاه یک چیزی داریم ریجن یعنی چی؟ منطقه‌مون کجا باشه؟ منطقه‌مون مثلا یکی داریم که مثلا توی این جدول هستش. مشابه ها رو باید انتخاب کنید. نگاه کنید ریجن مثلا نوشته کالیفرنیا یا مثلا پلنت دیتتون کی باشه. پلنت دیت چیه؟ آره تاریخ کاشتتون کی هست. مثلا یک گوجه در یک جای مثلا در ابتدای مثلا مهر ماه کشت میشه، خب با گوجه‌ای که مثلا یک تاریخ دیگه کشت میشه متفاوت میکنه دیگه. اونم باید در نظر گرفته بشه. پس این دوتا یعنی مکانی و زمانی رو ما باید در نظر بگیریم و این تغییرات توی اون ایجاد میشه. خب حالا میریم روی انگار برای کیسینگ که محاسبه کنیم. خب الان نگاه کنید محصولی داریم به نام بارلی. خب بارلی چی میشه؟ بارلی این بارلی همون جو. خب جو. بعد اگه مثلا این محصول رو داشته باشیم میتونیم این اطلاعات رو از توی انگار فاو در بیاریم، یعنی که سی ها رو در بیاریم که 3 تا هست و ال ها رو در بیاریم که 4 تاه. خب اینا رو که در آوردین و شما اون محصول خاص رو توی اون حوزه مشخصی که دارید باید مشخص بکنید که تو چه روزی یعنی تو چه ماهی کشت میشه. میتونید این رو از توی سایت ها گیر بیارید، یعنی برید سایت های خبرگزاری هستن دیگه، مثلا بزنید تاریخ کشت مثلا گوجه فرنگی در فلان استان، نمیخواد که خیلی هم ریز بشین حوزه‌ای یا اینا. خب اینو در بیارید که دیتش مشخص بشه و حالا برای محاسبهش هم الان بهتون میگم. اینجا من اینو فریز کنم. خب الان اینجا که برای بارلی که داریم خب با در نظر داشتن اون ماهای میلادیمون مثلا ما میدونیم که ژانویه 31 روزه، فوریه 28 یا 29 روزه و همین صورت اینا رو داریم. خب حالا باید مشخص بکنیم برای هر ماه این سالمون، اینو خوب گوش بدین، هر ماه این سالمون کیسیمون به چه صورت. فرمولش اینجوریه، نگاه کنید اینجا رو. فرمولش اینجوریه که شما اول توی کیسی انیشیال هستید. خب اگه از اول سپتامبر شروع کنیم، خب سپتامبر کجا هست؟ اینجا هستش. خب اینجا شروع کنیم، بذارین از همین اول شروع کنیم بعد بریم.
نگاه کنید از اول سپتامبر ما اینو شروع کردیم و ال انیشیالمون 15 روز هست. کل سپتامبر 30 روزه دیگه، درسته؟ پس یک ضریبی باید بهش بدیم. خب اینجوریه ضریبش که میگیم 15 روز تقسیم بر 30 روز، یعنی نسبت به کلش دیگه. خب ضرب داره تو چه مرحله ای بودیم؟ اینیشیال دیگه. خب کیسی اینیشیالمون اینجاست، ضرب داره این، درسته؟ خب حالا 15 روز از سپتامبر رفته و اینیشیالمون تموم شده. حالا چیکار کنیم؟ یعنی اون 15 روز دیگه رو چیکار کنیم؟ میریم تو مرحله بعد دیگه. خب مرحله بعدش چجوریه؟ شما میگید اینو من میبندم به علاوه هر جا متوجه نمیشین بگید 15 روز دیگه مونده. خب اون 15 روز تو چه مرحله میریم؟ نگاه دقت کنید. اینیشیال، دیولوپ، مید، لیت. دیولوپ میریم. خب 15 نسبت به چند؟ نسبت به 30. درست. نه دیگه نسبت به کل ماهش بسنجید، نسبت به اون گام زمانی نسنجید. خب حالا نسبت به 30 سنجیدی. بذارین اینم فرمول باشه. بعد حالا ضرب در چند میشه؟ دقت کنید اینجا هم نگاه کنید. یک لحظه نگاه کن. اینجا ضرب در کیسی باید بشه. خب ما یک ال اینیشیال داریم، دیولوپ داریم، مید داریم، لیت داریم. یک کیسی اینیشیال داریم، مید داریم، ان داریم. به ازای هر کدوم از اینا ال داریم ولی به ازای ال دیولوپ کیسی نداریم. خب این یک روشی است که مثلا میایم یه اوریجی بین کیسی اینیشیال و مید میگیریم، به جای اون میذاریم. یه روش ساده ساده. خب این سپتامبر تموم شد، یعنی کیسی سپتامبرمون شد این. خب الان مرحله یا استیتی که ما داریم چیه؟ یعنی شما 15 روز از دیولوپ رفتی و سپتامبر تموم شد. خب حالا بخواید اکتبر رو برید که 31 روزه است و با توجه به این که 10 روز فقط از دیولوپ مونده، چیکار باید بکنید؟ درسته؟ 10 تقسیم بر 31. خب به من میگید دقیقاً بازم ضرب در میانگینه این دوتا. خب حالا 10 روز از انگار 31 روز رفت. حالا باید چیکار کنم؟ چقدر؟ آره درست. خب مرحله بعدمون چیه؟ میده، درسته؟ 21 تقسیم بر 31، درسته؟ ضرب داره میانگین این دوتا. آره الان تو میدیم دیگه علیرضا، درست؟ خب میدیم دیگه. مید که اوریج دیگه نمیخواد دیگه، اوریج دیگه نمیخواد، خود مید داره دیگه کیسی. خب این از این تموم شد. خب بعدی تو نوامبر میخوایم یک محصول کامل با هم بریم که متوجه شیم. بعد الان چند روز از این رفتیم؟ 21 روز از مید رفتیم. 21 روز از مید رفتیم. 29 روز دیگه میمونه. خب 29 روز تقسیم بره. خب نوامبر 30 روز است نسبت به 30. خب ضرب داره بازم چی؟ اند مید. هنوز مید تموم نشد. خب به علاوه خب الان ما 29 روز از نوامبر رو رفتیم، یک روز دیگه باقی مونده. 1 تقسیم بره چند؟ 30. خب میانگین اندومید.
خب به ازای الان ما لیت همون اند رو داریم دیگه، اند همون لیت. خب دیگه اوریج نمیخواد دیگه. خب اوکی، الان بزنیم رو تخته بهتون نشون بدم. نگاه این میانگینی که ما میگیریم منظوری الان اینجا اینیشیالمونه، این ال اینیشیالمونه، این ال دیولپه، این ال میده، این ال. خب این میانگینی که ما میگیریم میانگین بین این مید و اینیشیال دیگه. خب این دوتا رو داریم میانگین میگیریم که یک کیسی داشته باشه اینجا برای این. خب حالا ما میدو داریم دیگه، این میده دیگه، کیسی میده. خب این دوتا یکیه دیگه. برای این و این بینش که دیگه ما لازم نداریم چون این دو داریم دیگه. خب نه نگاه الان اینجا لیت و این لیت دیگه. خب مشخص شده و یک کیسی هم برایش اینجا تعریف شده، اینجا هم تعریف شده، ولی این اینجا برایش تعریف نشده. این اینجا آره درست داریم. این به صورت خطی داره تغییر میکنه، این هم به صورت خطی تغییر میکنه. بعد اینجا نگاه کنید الان بسید درسته. این اشکال براتون پیش میاد، خوبه ایوه. الان بهتون میگم نگاه کنید الان 1/30 خب ضرب در چی؟ من اون چیزی که من میگم چیزه، بذارین 1/30 الان لیتیم دیگه این. خب بعد 1 روزش رفت و 1 روز از لیت، 1 لحظه 1 روز از لیت و 29 روز دیگهش مونده هنوز. خب این است. بزنیم تا انتهای دوره بریم بهتون میگم. بعد این از این بعدی چیه؟ بعدی نوامبر، بعد دسامبر. 29 روز دیگه مونده دیگه، درسته؟ 29 به 31 ضرب داره 25 صد. خب حالا 29 تا 31 2 روز دیگه مونده، اونو چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ این چی بذارم؟ الان 2 رو مثلا چی بذارم؟ 2 روزو صفر. چرا صفر؟ چون دیگه ما خزانش گذشته دقیقاً، یعنی گیاه اومده دیگه از اون حالت چیز در اومده دیگه. خب یعنی تقریبا چیز در نظر میگیریم که چی شده؟ که 30 صفر بشه چی میشه؟ نه تبخیر تحرک صفر. بعد تبخیر سطحی داریم، یعنی از خود گیاه نیست، درست؟ اوکی. پس بقیه رو صفر میذاریم، یعنی اینجا صفر شد، یعنی اینجا اگه بخوایم اونو قرار بدیم به علاوه صفر میشه و بقیه رو ملاحظه کن. بعد بقیه دوره چی؟ یعنی مثلا اینجا بخوایم ژانویه رو یا فوریه رو اینا رو محاسبه کنیم، از چی استفاده کنیم؟ 120 روز گذشته. خب 120 روز گذشته، خب بقیه رو هم صفر میذاریم دیگه، درست؟ چون که کل دورمون تموم شده و دیگه تبخیر تعرقی دیگه اونجا از خود گیاه رخ نمیده و این صفر. روی این سوالی ندارید؟ یعنی روی محاسباتش چرا اینجوری شد؟ بعد هر کدوم از اینا اکسل رو بهتون میدم که اینو داشته باشید و حالا هر کدوم از اونا رو محاسبه کنید. اون چیز خطی هم که گفتی نگاه کن، توی خودش دیده میشه. رو اعداد رو نگاه کن. الان اینجا روی اینیشیال بودیم دیگه. خب اینیشیال، بعد عدد رو نگاه کن، مقدار اعداد رو نگاه کن، این کمه، بعد داره زیاد میشه، بعد اینجا بازم دیولپه. خب نسبتا خطی رفته بالا، بعد حالا به بالاترین مقدار خودش رسیده که 1.12 است که اصلاح شده است، چون که المیدمون درست 1.15 ولی چون تعداد روزها توی نوامبر یا اکتبر میفته یک وزنی بهش داده میشه. خب که این شده 1.12. این 1.12 بیشترینه که مال میدمونه. خب بعد اون دسامبر رو داریم که اومده پایین، باز این شده اندمون. حالا ممکنه اگه دورمون بیشتر باشه، مثلا اینجا ما داریم برای ویتس چی میشه؟ گندم.
گندم 335 روزه، نزدیک 1 سال. خب اینو اگه حساب بکنید مثلا ال اینیشیالش 160 روزه. 160 روز چند ماه میشه؟ 5 ماه میشه دیگه. 5 ماهه. 5 ماه شما تقریبا 5 ماه توی ال اینیشیال گیر میکنه و همون هست و اونو محاسبه میکنه. اوکی شد پارسا؟ من الان نفهمیدم چرا پای سی توی الیت چیز میشه؟ چی؟ خودش میاد. مثلا توی الیت چرا ما تو میانگین خب نگاه کن الان شما یک چوبی رو داشته باشی، خب بخوای به 4 قسمت تقسیم بکنی چند تا برش میزنی؟ 4 تا برش میزنی؟ خب 3 تا برش میزنی. شما الان مثلا 4 تا دوره داری، 4 تا دوره. خب این دوره ها هر کدوم بخواد منقطع بشه 3 تا نقطه داری دیگه، یعنی چیز غیرعادی نیست. و اونی که مثلا برای ال دیولپ چون که ما KSC نداریم یکی اضافه میاد دیگه، KSC نداریم میام این دوتا رو میانگین میگیریم. حالا روش‌های دیگه ای هم هستش ولی این ساده شه که میتونیم از اون میانگین استفاده بکنیم. این روی KSC بود که بحث کردیم. حالا سوالی چیزی اینو تمرین بکنید داشته باشید، حالا چون چیزیه که بعداً به دردتون میخوره و توی گزارشکارهای آینده باید حتما اینو آماده کنی برای ویپ. این از این.